فلسفه کلا رنجه، مطالعه فلسفه رنجه و توجیه باید داشته باشیم برای اینکه میخواین اگه فلسفه رو ادامه بدید. توجیهش هم یه توجیه منطقی، یعنی شما باید بی‌ارزه این رنج رو بکشید. اگه عاشق فلسفه باشید معنی داره این راهی، این دشواری، خودآزاری که دارین انجام میدین تو حوزه فلسفه، چون منافعی داره، راهش هم خیلی راه دشواری. اون وقته که معنا داره به نظرم. و فلسفه اصلا چیزی نیست جز همین خودآزاری و دگرآزاری. سقراط خرمگس آتن بود دیگه، یعنی آزار دادن عقل عرفی، فرهنگ غالب، فرهنگ شایع. این وظیفه فلسفه است و اهالی فلسفه است. در بهترین حالت شما میتونید یک مدرس فلسفه باشید، مثل استاداتون، مثل ما باشید. خب اصلا یه دورنمای خیلی امیدبخشی هم نیست البته. واقعا فلسفه رشته دشواریه، آینده کاری هم نداره و در بهترین حالت شما میتونید استاد فلسفه بشید که چی بشه؟ که همین چیزایی که خوندین رو تدریس کنید به دانشجویانی که اونا قراره همین چیزایی که خوندین رو تدریس کنن و این داستان ادامه بده. من نیومدم اینجا روحیه شما رو به هم بریزم، هرچند باید این کارو بکنم به خاطر که بفهمید واقعا تو چه وضعیتی هستیم. و البته تسلیت هم نمیخوام بگم، چون تسلیت هم بازی تسلایی داره، اینم الان خیلی اینجا معنی نداره. بیشتر آرزوی صبر میکنم براتون.